یعنی هنوزم به جای مرغ دمی ساده و خوشمزه میای مرغات سرخ میکنی و وامره و میسوزه و بوزخمش میمونه. بره مهمونی ها این مدلی درست کن دام کنی به جونو. کف تابه پر از پیاز کن، دور تا دورش رونات منظم بیچین، اصلا نباید وسط پر بکنی، تابه مناسب انتخاب بکن. حالا روش اگه دوست داشتی دم کرده زعفرون یا پودر زعفرون بریز. هویج و فلفل دلمه یا پرک لیمو عمانی به مقداری که توی کپشن گفتم بهش بزن. روش دست و دلبازانه روغن بریز، اصلا غمت نباشه چرب نمیشه، بره اون تهش میشینه، ولی روغن مهمه که بریزی. جدا با کمی روغن زردچوبه و فلفل قرمز و رب تف بده. بعد به اندازه‌ای که تو کپشن گفتم آب جوش بهش اضافه کن، چند تا قلقه خورد بریز روی مرغات، درشو ببند 1 ساعت روی حرارت ملایم بهش دست نزن اصلا که طعما به جون مرغ بره. بعد از 1 ساعت اول هر نیم ساعت درش بردار، از اون سسا که اون وسط جمع شده با ملاقه قاشقی چیزی بریز روی مرغات که قشنگ رنگ و عطر بگیره. و بعد از 2 الی 2 ساعت و نیم قشنگ مرغات مغز پخت و عالی شده. میتونی بادمجون و گوجم جدا سرخ کنی با قوره بریزی که بشه مسمای مرغ و بادمجون، ولی تنهایش هم به قدری خوشمزه که همه ازت دستورش میگیرن، خودت هم معتادش میشی. فقط حتما نکات کپشن بخون، سیوش هم بکن، برای دوستاتم بفرست، به جون من دعا میکنی.